بسم الله الرحمن الرحیم. فقط در اسلام است که تاکید به یک بار ازدواج صورت گرفته. اگر شما در تمام کتب مذهبی جهان به طور مثال عهد جدید یا عهد قدیم یا کتاب اندوها یا هر کتاب دیگر شما جستجو بکنین، هیچگاه تاکید بر یک ازدواج شما پیدا نمیتونید، چون که در قرآن ذکر است. باشنده نیز شاید در ذهن بعضیا مثلا به خصوص خوارا سوال بگرده که در اسلام خب میتونه مطابق گفته سوره نساء سوره 4 آیه 3 فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحد. اگر شما میتونین که نکاح بکنین به طور مثال با خانمای مورد علاقه تان با 2 3 4، اگر شما ترسیدین که عدالت کردن نمیتونین با یک خانم ازدواج بکنین. پس در اینجا اجازه به 4 دانه است. ببینید عزیزان دل، اصل کلام از کجا شروع میشه؟ فقط در حد اجازه است، نظر به ضروریات تحت شرایط خاص که یک مرد باید مردانگی داشته باشه، مرد واقعی باشه، از دیدگاه اقتصادی کامل باشه، از دیدگاه قوت جسمانی واقعی ضرورت واقعی داشته باشه، با ضرورت حد اجازه است که میتونه ازدواج بکنه. در غیر از او بسیار کشدار کلان است، چرا که یک مسئولیت بسیار عظیم است. فین خفتم الا تعدلوا، اگر شما ترسیدین که شما عدالت کردن نمیتونین، پس چی؟ پس در این صورت متوجه تان باشین که فواحدون، با یک خانم ازدواج کنین. در غیر صورت مسئولیت بسیار عظیم، گناه خیلی عظیم است که اگر عدالت میاره خانمات صورت نگیره. در دیگه کتب بیان یک بار نظر بیاندازیم، کتب مذهبی جهان نه تنها که چنین محدودیتی نیست، حتی اجازه نامه است. این به این منظور نیست که بعد از اسلام چنین کرد، اسلام آمد گفت ازدواج با یکی بود شما میتونین که ناله با 4 دانه ازدواج. نه، قبل از او ازدواج با چندین اصلا محدودیتی نداشت. اسلام آمد فقط نظر به از اینکه الله تبارک و تعالی خالق جهان است، از علم غیب آگاز، نظر به ضروریات الله تبارک و تعالی ایجاد یک دانه ازدواج تاکید کرد و تا 4 دانه اجازه داد که حکمت در اون نفته است. ان شاء الله الرحمن در ارتباطش بحث میکنیم که چی حکمت در اون نفته است. اولا بیاین یک بار نظر بندازیم به کتب به طور مثال مذهبی جهان. کتاب خروج در عهد قدیم در زبان انگلیسی به نام اکسودس میگه، چپتر 21 آیه دومش اگر شما ببینید میگه که اگر میتونی که عدالت بکنی بین خانمای تو حق شریعت بکنی، حق خوراک، پوشاک، مباشرت، در این صورت میتونی که با دیگر خانم‌ها به طور مثال ازدواج بکنی. پس در این صورت ما نتیجه میگیریم نه تنها محدودیت و امثال از در کتاب تثنیه و بارهای دیگه هم ذکر است که شما میتونین، یا نه تنها که حتی پیامبران به طور مثال الگو هستند. سلیمان علیه السلام در کتاب اول پادشاهان مثلا 700 خانم 300 کنیز داشته، یعقوب علیه السلام در کتاب عهد قدیم به طور مثال 4 خانم داشت، یا هم ابراهیم علیه السلام یا داوود علیه السلام. اینا خود از اینا یک مثال است برای امتیان، چرا یک درس است. نه تنها که اینا بلکه آیه مستقیم است، فقره مستقیم است در کتاب خروج. و در کتاب عهد جدید هیچ کدام محدودیتی در عهد جدید نیست. این عهد قدیم بود که باز کردیم، در عهد جدید هیچ کدام محدودیتی نیست که چون این گفته باشه. فقط محدودیت برای چی است؟ یک جای محدودیت است به طور در تیموتی اول، در تیموتی میگه، نمیفهم در فارسی تیموتاس میگه، چپتر 3 آیه 2 فقط رهبران دینی و مذهبی مثلا کشیش ها اینا باید با یک دانه ازدواج بکنه، ولیکن رعیت هیچ محدودیتی برشان نیست. پس اون قانون اساسی کشورها است که میگه تو باید ازدواج با یکی بکنی. در غیر صورت کدام محدودیت دینی نیست که در کتب مذهبی باشه. حکمت در چی است؟ قسمی که گفتم عزیزان دل باید یک حکمت داشته باشه. چرا؟ دلیل چی بود که الله تبارک و تعالی چون این اجازه داد؟ ببینین الله تبارک و تعالی خالق مطلق است، از علم غیب، از آینده و گذشته از همش با خبر است. میم سری نکاتی که در این حکمتش چی بوده میتونه. به طور مثال مطابق آمار سازمان‌های نفوس شماری یا سرشماری مثلا گالپ یا پیو یا حتی سازمان‌های خود یعنی ما، اگر شما ببینید تقریبا در دنیا 160 کشور است که نفوس زنش به مراتب بیشتر از مردا است. مثلا حتی در آمریکا تا 7 میلیون نفر، در کشورهای دیگه یا در آلمان 1 میلیون نفر هم سالی ازی، و تقریبا دیگه کشورها اگر به طور مثال بگوین که مردا شاید برابر باشه با زنها یا که اندک زیادتر باشه، اینا هم دلیلش میتونه که مهاجرت باشه که بعضیا مهاجرین عموما توسط مرداست دو چند حساب میکنن، هم کشور خودش و هم کشوری که مهاجر صورت میگیره، مهاجرت میشه، دو طرفه حساب میکنن. در غیر صورت در عموم که ببینین 160 کشور با نفوس خانم زیاد است. یا یکی مثلا در جنگ ها چقدر تلف است، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، یا یکی خلاصه از اول دنیا جهانی اول، یا به طور مثال از اول دنیا همیشه در کار، در مشقت، در روزگار، در جنگ ها قسمی که یاد کردم همیشه آقایان مردها در خط هستند، به خاطر که زیادتر مردها تلف میشن، نفوس مرد زیادتر از بین میره. پس سوال در اینجا است، این مشکلی بشریت است. میبینیم میگه بشریت ادعا میکنه که ما میتونیم که قانون بسازیم، از پیش خود ما قانون الهی ناقص است. میگه قانون بشریت. سوال میکنیم اگر قرار باشه که یک شخص، یک مرد با یک زن ازدواج بکنه، هر کس با جوری خود ازدواج میکنه، چندین میلیون نفوس دیگه به 10 میلیون نفوس دیگه که به طور مثال در کره زمین باقی میمانه، پس راه حل اونا چی است؟
چی به طور مثال طبابت نشان میده که هیچ نمیتونه به طور مثال یک خانم افسردگی میگیره، خلاصه نمیشه که یک بالخصوص یک خانم تا آخر عمر مجرد بانه، یعنی او زنده است ولیکن زندگی نمیکنه. خلاصه نکته مرا گرفتین، زنده است ولیکن زندگی هرگز نمیکنه. پس راه حل بشریت در این مشکل جهانی چی است؟ امروز خواست حتی سازمان ها میگه که تا سال 2050 به مراتب نفوذ زن بیشتر میشه. قسمی که رسول الله صلی الله علیه و آله داخل زمان حتی یک مرد سرپرست 50 خانم میشه. به این منظور نیست که با اونها ازدواج میکنین سرپرست میشه، به طور مثال در روزگار کمک میشه، چرا که ازدواج 4 دانه مقید است تا آخر دنیا با 4 دانه اجازه داده شده، تاکید بر یک دانه است. پس قانون بشریت در اینجا ناقص است. ما با یک گفتگو داشتم گفته که میتونه که جنگ نباشه، آرامی باشه. گرفتیم که دنیا آرامی شد، ولی شما از این خبر هستین از دیدگاه طبی وقتی که اگر یک پسر به دنیا میآید به طور مثال این دو کرموزوم داره، کرموزوم X و کرموزوم Y، و اگر یک دختر به وجود میآید این دو کرموزوم داره، هر دویش X است. اگر به طور مثال کدام آسیب های بیولوژیکی به بدن از این وارد شود، این کرموزوم ها با هم دیگر برای دختر که اگر ایجاد شود اینا با هم دیگر بکپ هستند، یعنی حمایتگر دیگه هستند، قوت ایمنی بدن بلند میبرند و تلفات دختر کمتر است. به خاطر چه اگر بچه شامل امراض شود بعد از تولد دیگر بکنم بکپ همخوان نداره، ای وای است وای ایکس کاری کردن نمیتونه. از خاطر است که تلفات پسر بیشتر از دختر است، در از دیدگاه طبابت. از خاطر نفوس دنیا خود به خود از این معجزه حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله است که تا آخر زمان میگه که به طور مثال زنا زیادتر میشه، خود یمی بیانگری یمی است. و این هم دلایلش است که الله تبارک و تعالی اجازه میده که شما میتونین، اجازه دارین. بازم یادآوری میکنم در حد اجازه است، فرض نیست که شما با 2 3 الا 4، به خاطر اینکه الله تبارک و تعالی آگاه است تا آخر دنیا علم غیب داره. او میفهمه، خدا میدونه که بعد از 100 سال بعد 200 سال بعد اوضاع چگونه است. به خاطر حکم قرآن تا قیامت است، یعنی امروز ما و امروز نبینیم. حتی همین روزام که گفتم نفوذ زیاد است، اونم در حد اجازه است. مثلا یک خانم میتونه که قبل از نکاح خود شرط بانه در نکاح خود که تو ازدواج دیگر نمیتونی، خلاص بعد از ما دیگه این آدم نکاح دوم و سومش قید است. تا وقتی که میگم زنده هستم تو دیگه ازدواج کردن نمیتونی. وقتی که اگر امضا صورت گرفت قرارداد، دیگه این آدم ازدواج کردن نمیتونه با خانم دوم خانم سوم. بر مبنای یک قرارداد است. چرا در حد یک اجازه است گفتم، نه در حد فرض که باید صورت بگیره و چون شرایط مانده شه میتونه یک خانم چون قید ربانه. ولی که اگر در این حالات ضرورتی که اگر پیش میاد، مثلا امروز در روز بعد 1 سال بعد 100 سال بعد چون این حالت میاد، پیشتر گفتم در اسلام نقص خورد گرفتن به مراتب بهتر از نقص کلان است. مثلا اگر یک نقص خورد چی است که یک کسی اجازه میده شوهرش با یک خانم دیگر ازدواج بکنه، مثلا 50% نقص برای خانم دیگه است، تو زندگی یک خانم دیگه خوب میشه. اگر این اجازه نده باید که نه تو ازدواج کردن نمیتونی، پس در این صورت این خانم میمانه. این خانم 100% قسمی که گفتم زنده است ولیکن زندگی نمیکنه. این خانم 100% نیازش برطرف نیست. خلاصه از هر دیدگاه این آدم ناتکمیل است و تعلیات طبابت مکمل روان از بین میره. این دو حالت داره، یا اینکه به طور مثال مکمل زندگیش از بین میره، از دیدگاه روانی دیگه خلاص میشه 100% نقص است، یا اینکه خدا ناخواسته خدمات عامه صورت میگیره، خدمات عامه میشه. پس در این صورت ما در کدام حالت راضی باشیم؟ اگر خواهر مادر خود ما باشه، ما در کدامش خوش هستیم؟ به طور مثال ما باید ببینیم چرا به خاطر از چرا چون این اجازه از طرف الله تبارک و تعالی خیانت بر زن است، حقوق زنان زیر پس نه. این نظر به نیاز بشر است، نظر به ضرورت بشر است. و دیگه ای که کل زندگی انسان زن و شوهر و زندگی چهار سبان نیست. اینا هر کدامش وقتی که بالا یک کسی یک امتحان است. اونم گفتیم بر مبنای ضرورت در حد اجازه. چرا هدف زندگی انسان الله تبارک و تعالی در سوره زاریات ترتیب 51 آیه 56 میگه که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما خلق نکردیم جن و انس مگر برای عبادت. این هم غلط فهمی نشه که عبادت روزه و نماز و زکات و حج است. عبادت هر آن عمل خرد و بزرگی که چی انجام دادنش و چی پرهیز کردن از عمل باشه که سبب رضایت الله تبارک و تعالی باشد، در نفس عبادت است. اینا وقتی امتحان هر کس هر گونه است. پس ما برای این نتیجه میگیریم که اونم در حد اجازه الله تبارک و تعالی به خاطر ثبات بشری، به خاطر مشکل بشری در حد اجازه است، هیچ حقی پایمال نشده. و اگر چون امتحان بالای کسی را میآید، خداوند تبارک و تعالی وقتی که رضایت نشان میده اجر به پایان است. در غیر صورت یا خانم میتونه که شوهرش مقید بکنه و یکی بدون اجازه نداره یا قرارداد صورت گرفت، پس این آدم ازدواجش فقط با این خانم است وقتی که زنده است. ما در این نتیجه گرفتیم که هر حکم الله تبارک و تعالی چی در حد اجازه چی در حد فرض حکمت در آن نیفته است. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.